مردم از مرگ میترسن چون نمیشناسنش. براش داستان میسازن، بهش شکل میدن. عذاب بعدش، بهشت، جهنم. اما حقیقت اینه که مرگ خیلی ساکت تر از اونه که بتونی توی کتابا جا بدیش. مرگ لحظه ای نیست که نفس قطع میشه. مرگ شروع میشه از همون وقتی که دیگه برای چیزی ذوق نمی کنی. از همون شبی که آهنگ مورد علاقت پخش میشه و نمیفهمی کی تموم شد. از همون روزی که یه نفر با لبخند میگه دوست داره و تو فقط نگاه میکنی و تو ذهنت حساب میکنی که واقعا چی میخواد. مرگ نه گریه است، نه خون، نه فریاد. مرگ یعنی وقتی که میفهمی حتی اگه بری دنیا سر جاش میمونه. چیزی ازش کم نمیشه، چیزی توش توقف نمیکنه. و اگه بخوام صادق باشم این واسه من یه جور خیال راحتیه.